داداش رو پای من پارک کردی، مشکلت چیه؟ من فکر نمی‌کنم باهات مشکلی داشته باشه. پس چرا رو پای من پارک کرده و منو نادیده گرفته؟ فکر کنم طرف کر باشه. داداش رو پای من پارک کردی. فکر کنم طرف کورم باشه. پس چرا داره رانندگی میکنه؟ خب ازش بپرس. داداش الان وقتش نیست. قفله. حالم از این یارو به هم میخوره. اون که از قصد این کارو نمیکنه. نمیتونی از دستش عصبانی باشی. کاملا میتونم عصبانی باشم. اون داره به من آسیب میزنه. به نظرم میتونی عصبانی باشی، ولی الان چیزی که مهمه اینه که ماشین رو از رو پات برداری و اگه میخوای حرکتش بدی باید هلش بدی. چی؟ من تنهایی از پسش بر نمیام. اطرافتو ببین، هیچکی نیست. اگرم باشه مشغول مشکلات خودشونه. کسی قرار نیست بیاد نجاتت بده. ولی این منصفانه نیست به خاطر بی‌توجهی این عوضی من آسیب ببینم. اما منطقی به نظر میرسه. چطور آخه؟ اون اصلا متوجه نیست که پاهاتو له کرده و حالا هم متوجه این مسئله نمیشه. تو تلاش رو کردی که ازش سوال بپرسی ولی اون متوجه نشد. درسته تقصیر تو نیست ولی مسئولیت حل کردنش با توئه. پس بجنب و هلش بده. دمت گرم داداش. خواهش میکنم، قابلی نداشت. مردم معمولا از امر روی پات نمیرن و همیشه قرار نیست مؤدبانه درخواست کردن جواب بده. اتفاقای بدی که تو زندگی واسمون میفته درسته خیلیاش مقصرش ما نیستیم، ولی خب مسئولیت حل کردنش با ماه. اگه این جمله رو درک کنی هم حال بهتری خواهی داشت هم زندگیت بهتر میشه. این دنیا و آدماش به هیچ عنوان به حال بد تو، گریه و زاریات، ناله‌هات و غر زدنات توجه نمیکنن. هر چقدر دلت میخواد بشین غر بزن، ناله کن، اصلا زاری کن. فکر کردی کسی توجه میکنه؟ فکر کردی میان نازتو میخوان میگن عمویی تو خدا پاشو؟ نه، از کنارت رد میشن. اگه خودت بلند نشی و حرکتی نکنی دنیا از رود رد میشه. دنیا و آدما بی‌رحم‌تر از اون چیزی هستن که فکرشون میکنن. الان میخوام چند تا راهکار بهتون بگم که هر وقت تو این موقعیت قرار گرفتید به جای غر زدن اقدام کنید. اولین مورد مسئولیت پذیری فردی. مسئولیت پذیری فردی یعنی اینکه وقتی اتفاقی میفته بیاید قبول کنیم و بفهمیم که بخشی از این ماجرا دست ماه و باید یه اقدامی انجام بدیم. حالا چرا این مورد مهمه؟ چون وقتی ما این باور رو داشته باشیم به جای اینکه انرژی و توانمون رو روی غر زدن بذاریم، انرژیمون رو صرف انجام دادن کار و حل کردن کار میکنیم. چند تا قدم گام به گام وجود داره واسه این مورد. اولیش اینه که باید مسئله و مورد رو کامل توضیح بدی و هدفت رو مشخص کنی. مثلا من پام زیر ماشین گیر کرده، هدفم اینه که پامو از زیر ماشین بیرون بیارم. دومین مورد مشخص کردن کارهایی که ما باید انجام بدیمه. مورد سوم اینه که عمل کن، یه کاری رو انجام بده حتی اگر شده یه کار کوچیک. و مورد آخر اقدام، بازخورد، اصلاحه. یعنی ما یه کاری انجام میدیم، بازخوردش رو میگیریم و اگه دیدیم خب کافی نیست اصلاحش میکنیم و روش رو عوض میکنیم و بازم کار رو انجام میدیم تا موقعی که به نتیجه برسیم. مورد دوم کنترل درونی. چرا این مورد مهمه؟ چون آدمایی که کنترل درونی دارن اقدام بیشتری انجام میدن و احساس توانمندی بیشتری میکنن. ولی باید حواسمون باشه موانع بیرونی رو نادیده نگیریم. اقدامات عملی که تو این مورد باید انجام بدید اینه که یک لیستی آماده کنید از کارهایی که اصلا تحت اختیار شما نیستن و همچنین یه لیست دیگه آماده کنید که شامل کارهایی که درست تحت اختیار ما نیستن ولی ما میتونیم یه تأثیری روش بذاریم. و مورد آخر و لیست آخری که باید تهیه کنید کارهایی هستن که تحت اختیار شما هستن. مورد بعدی اقدام کردن به جای غر زدنه. دقیقاً همون چیزی که از اول ویدیو دارم بهتون میگم. اینکه آقا بس غر نزن، یه عملی انجام بده. چرا این کار مهمه؟ چون غر زدن نه تنها انرژی منفی بهمون میده بلکه باعث میشه کیفیت تصمیم گیریامون هم بیاد پایین. واسه این موردم اقدامات عملی هست. اولیش قانون 2 دقیقه است. این قانون به ما میگه که کارهایی که زمانش کمتر از 2 دقیقه هستش رو همون لحظه باید انجام بدیم. تکنیک دوم تکنیک اگر آنگاهه. یعنی چی؟ یعنی ما باید با خودمون بگیم اگر من در فلان موقعیت قرار گرفتم آنگاه اون کار رو انجام میدم، اون موقع اون کار رو انجام میدم. مورد سوم خرد کردن کارهاست. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بگی من میخوام ورزش کنم بگو فردا میخوام 10 دقیقه پیاده روی کنم و اون اقدام و کار کوچیک رو ثبتش کن و یادداشتش کن. خب رفقا، سعی کردم که نکات رو به صورت کاربردی اما خلاصه بهتون بگم که به دردتون بخوره. حتما از این نکات استفاده کنید تا تو موقعیت‌ها به جای یه آدم غرغرو یه آدم عملگرا باشید. خیلی دوستتون دارم.